ماه شریف رمضان قطعی تبریک گفته خداوند اهل و عائله همتون نگهبان باشه. کجای باشه نباشیم پروردگار سال بلند باشه. انا برادرای عزیز، کسانی که در اکاترینبورگ بودن، همه برادرها گفتن مقصد جای کار در کره، هنوز یک جای کار شدگی برادرها به همون خاطر ما خواستیم همین را اعلام کنیم که کدامش که مقصد جای کار ندارم مرحمت روان همونجا کار کنن. میتونین که برادرها پسان کنین برای ویا مرا زنگ میزنن. الله دونست که او چه شخصیتن چه شخصیت نیستن، من هم نمیدونم، من رنگ شما این برادرها به همون خاطر شما میتونین که پرسون کنین. اوجا هستن بسیار هم برادرها کار میکنن. بعد برادرای عزیز یک چیز اعلانتون میکنم پس همه بعد برای کار میگفتم که چه خیلی کاره برادرها. این برادرمون حاجی ای یک چند کسلی را توبت کرده میتونست دسته. ای برادر در سنت پترزبورگ بود دسته. آواز میگفتم برادرها بیماری های عصب با بیماری میان دردن میتونست دسته. برای گریجه بیماری گریجه برادر، برای مردایی که مقصد هستن که در مسکو بسیار که در سنت پترزبورگ هم باشه بسیار همه خیلی شخصیت همه برادرها بسیار برادرهایی که مقصد بیماری وزمین هستن. باید شما بفهمید برادرها مقصد کدامش که قوتش سسته شما خودتون بفهمید. مقصد ما اکنون نامش نگیرم. همه بیماری دم توبت میکرد دسته. همه حاجی برادر اگر که بسیار زنگ زد که اعلان کنه مقصد هستن همه شخصیت ها بیمار بسیار هستن و همون خاطر ما اعلان کردم. من نمرشون همه جمعه مونم برادرها، نمرشون همه جمعه مونم. حاجی را مرحمت زنگ بزنین انشالله که برادر سببگار میشود. شفا دینده الله هست. انشالله که همش خوب میشود توبت میکرد است. بعد برادرها برای جای کار این برادرمون چهلی که گفتیم در اکاترینبورگ سوردلوسکی اوبلاست بود است. مقصد من نمروش همه مونم برادرها زنگ زنین پرسان کنین کجایی که باشه نباشین فرقش نیست. اگر بتونین با جای همون رفته بتونین شما مثال قوغاستون تن مثال اجازت نامتون که بتونین با اونجا رفته کردن میگرفته بود دسته. مثال زنگ میزنین برادرها همه برادر در خودش ده بپرسین کور نرخ نواش گپ زدم روزش 1000 سوم میگفته بود دسته. بو نمیدونم بو چی کاری بود دسته. بو تیپارنگ پدربود کاری کار میکرد دسته. چی خیلی بود دسته. مقصد برادرها میتونین که نمروش همه مونم زنگ بزنین گپ زنین پرسان کنین. معقولتون شما میریم برادرها معقولتون که نشوه هیچی. ایشالا به امر خدا یک دو جای دیگر گفتن من اگر که زنگ بزنم بگن که همه خودم در کره ما انشالله که حتما شما دا میرسونیم. ایش مسکو دا به دسته. من میدونم که مسکو دا به دگی هم بسیار گوش میکنیم برادرها کدامی که بیکورین این برادرها که ما دا که برسونن ما انشالله حتما شما دا میرسونم. بعد برادرها چی گفتن همه روزها باور که به حدی بعد مردم خدمت در عذابم باور کنین چندین کس واسه همه بیماری در این بیماری دچار شدگی هست. ما با شما شفای کامل میتونم الله شفاتون جا برادرها. یک چند مادر باور کنین یک چند تا دیگه برادر همیو با این بیماری دچار شدگی هست. الله شفا شد. دعا کنین در حق یک دیگرتون دعا کنین برادرها. خداوند این ویروس های بین ببره. واقع در امان الله باشین برادرها. احتیاط باشین احتیاط کنین. مقصد نبرین برادرها بیرون بیهوده بد نبرین.
خداوند نگهبان.